امروز در درس عقیده خواهران عزیز صحبتمون درباره روز قیامت، درباره پیشکش شدن عملها برای یکایک ما در روز قیامت و اینچنین درباره پل صراط و درباره ثواب و عقاب و ترازویی که در روز قیامت است درباره اینها می باشد که ان شاء الله در وقت درس باذن الله میفهمید که چقدر چیزهایی هست که ما باید برایش آماده باشیم که ما آماده نیستیم. امام طحاوی میگویند و نؤمن بالبعث و جزاء الاعمال یوم القیامت والعرض والحساب و قراءة الكتاب والثواب والعقاب و صراط والمیزان. و مایان ایمان داریم بر روز بعث، یعنی بر روز زنده گشتن پس از مرگ. ما به این ایمان داریم و خواهران عزیز تمام پیامبران از حضرت آدم شروع کرده تا محمد صلی الله علیه و سلم دعوتشان به ایمان به الله یگانه بود و به ایمان آوردن به زنده گشتن پس از مرگ که چی هست؟ این دنیا فقط زندگی شما نیست و شما زندگی ابدی دارد که آن در آخرت هست. تمام پیامبرانی که آمدن همهشان دعوتشان به سوی چی بود؟ الله یگانه و ایمان آوردن به روز قیامت که شما ای مرده ها از نو زنده میگردید. تمام پیامبران. برای همین در قرآن کریم خیلی زیاد آیت ها رو میبینید که در آنجا قصه وقتی درباره حضرت نوح می رود یا اینکه درباره حضرت موسی و عیسی و یعقوب هر پیامبر می رود چگونه این پیامبران امتی خود را یا قوم خود را به ایمان آوردن به روز قیامت دعوت کرده بودند صحبت می رود. مثلا حضرت نوح می گویند والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. الله شمایان را آفرید، از خاک آفرید، سپس شما را باز بر میگرداند به زمین، سپس باز زنده میگرداند. یعنی پس از مرگ حضرت ابراهیم هم اینن همین گونه دعوت میکردن، حضرت موسی هم، عیسی هم، یعنی تمام پیامبران. پس ایمان آوردن بر روز قیامت این رکنی تمام دین هاست. مسیحیه که بر روز قیامت ایمان ندارد و مسیحی نیست. یهودی که بر روز قیامت ایمان ندارد و یهودی نیست. مسلمانی که بر روز قیامت باور ندارد یا شک دارد که آیا قیامت می شود یا نه و چه است، و مسلمان نیست. و اینجا کافران وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، البته میدونه در مکه کسی بر روز قیامت باور نداشت، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل مکه را میگویند شما روز قیامت سزا و جزای اعمالتان را میبینید، چی میگفتند؟ مگر ما وقتی اذا کنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما وقتی که استخوان‌هایمان پوسیده می رود خاک می شویم از نو ما زنده می گردیم؟ یعنی این تقریبا تمام شکاک ها هست. آنهایی که کافر هستند بر روز قیامت وقتی درباره روز قیامت صحبت می شود چی می گویند؟ جسم های ما پوسیده می رود، ما خاک می شویم، مگر از نو الله ما را زنده می کند؟ الله می گوید قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. شما حتی آهن بشوید هم، سنگ بشوید هم، هر چیزی که شما خیلی قوی میدانید از خودتان به هر چیز تبدیل بشوید هم، الله آنی هست که شما را باز برمیگرداند. یعنی شما را میتواند از نو زنده کند. یا در آیت دیگر چی میگوید؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. ای انسان، تو را من اولین بار از چی آفریدم؟ تو اصلا وجود نداشتی. پدری تو آدم رو از خاک آفریدم، سپس خودی تو رو کافری که روز قیامت رو انکار میکنی از نطفه آفریدم. تصور کنید خواهران عزیز، اگر خلق انسان رو ما تصور کنیم، از آبی هست که من و شما از آن حذر میکنیم. آره، از آبی هست که من و شما نجاست است میگوییم، به بدنمون رسید اون رو میشویم و تصور کردن نمی شود که چگونه از آن انسان آفریده می شود. و الله میگوید همانی که تو را اولین بار نبودی از یک نطفه یا آب به قدر نجس آفرید، او قادر است که از همان خاکی که
جسمی تو پوسیده خاک می شود از نو زنده کند. و یا اینکه در آیت دیگر الله میگوید لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. همان اللهی که زمین و آسمان را خلق کرده است، زمین ها و آسمان ها را، تمام کائنات را. البته آفرینش آسمان ها چقدر بزرگتر یا گفتیم با مشقت تر است از آفرینش یک انسان که الله نه از آن خسته می شود نه از این و قدرتش به همه این می رسد. پس اللهی که زمین و آسمان را آفرید و از نیستی به هستی مایان را آورد، او قادر است که روز قیامت من و شما را از نو چکار کند؟ زنده بکند. و در آیت دیگر الله میگوید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اونهایی که روز قیامت رو انکار میکنید، یعنی کافرانی که به روز قیامت ایمان ندارید، گمان میکنید ما شما رو بیهوده آفریدیم. خواهران عزیز، همین سوال در ما باشد. اگر قیامت وجود نداشته باشد، پس معنای زندگی من و شما در دنیا چی هست؟ 70 سال بودیم، نیست شدیم، رفتیم. برای همین بدبختترین انسان ها کافرانی هستند که فقط دنیا میگویند و دوامش رو فکر کرده حتی نمیتوانند و نمیخواهند و میترسند. با همین ما نیست میشویم. یک نفر مرد، رفت، خاک شد، دیگر وای چی شد؟ و الله چی میگوید؟ ما شما رو بیهوده خلق کردیم. اگر قیامت نباشد پس آفرینش انسان بیهوده هست. آمد، خورد، زندگی کرد، انسانی خوب خوبی کرد، انسانی بد بدی کرد، رفت. نه، این گونه نیست. الله چی میگوید؟ الم یکن نطفه من منی یمنی. اولا میگوید ایحسب الانسان ان یترک سدى. هم خیلی بیهوده شما رو پرتفته میمونیم. چی کار خواهید در دنیا میکنید؟ بد نیست شده میروید؟ نه، هر چیزی که آفریده است الله به حکمتی هست و آفرینش من و شما هم چی هست؟ مقصد اساسی از عملهای من و شما و پاداش آن در روز قیامت می باشد. یعنی آنهایی که بر روز قیامت باور ندارند، خیلی گفتم خیلی بدبخت هستند. برای اون که برای آنها فقط همین 70 سال 80 سال یا که 50 سال و چند سال عمر است، دیگر هیچ چیز وجود ندارد. اما من و شما چی میگوییم؟ هر چی باشد ما زندگی اساسی ما حیاتی که اون دیگر پایان ندارد در پیش است، فقط همین دنیا نیست. بعد از این، یعنی وقتی که الله درباره آفرینش ما از نطفه و از خون بسته و از استخوان و بعد انسان صحبت میکند، معنیش چی است؟ شما بدانید که الله شما را همین گونه که از نیستی به هستی آورد، از پدرتان آدم شروع کرده تا خود شما، روز قیامت هم به این قادر می باشد. چیز دیگر، و ما ایمان داریم به جزای عملهایمان. یعنی مومن ایمان دارد که هر عملی که کرد، بد باشد با بدی، خوب باشد با خوبی، مگر اینکه پروردگار به رحمتش بگیرد، جزایش را می بیند. برای همین الله چی می گوید؟ یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق. روز قیامت الله جزای آنها را در حقیقت یا از روی حق می دهد. یعنی آنی که در دنیا عملهای صالح انجام داد و پاداش آن می رسد، و آنی که در دنیا به گناه آمیخته بود به آن هم می رسد. یعنی ما ایمان داریم که هر کرده ما جواب دارد. و خواهران عزیز، به همین چیز اگر نگاه کرده زندگی کنید، هر کلمه که گفتم یا به آن ثواب میگیرم یا جزا میگیرم. هر قدمی که موندم، هر کاری که کردم، هر لحظه من یا به آن ثواب نوشته می شود یا گناه. دیگر میبینید که شما خیلی از گناه دور می شوید. مشکل این است که ما فراموش میکنیم که هر گفته و هر کرده های ما جزای خودش را دارد. و این چونین ما ایمان داریم به عرض و حساب و قرائت الکتاب و ثواب و عقاب. یعنی الله چی میگوید؟ یومئذ وقعت الواقعه و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه. در دوامش یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. یعنی تمام کارهای کرده اتان روز قیامت پیش چشم شما می آید. گمان نکنید که الان کردیم کسی ما رو نمی بیند، با همین تمام است. نه، روز قیامت در نزد فرشته ها، در نزد خلائق، در نزد پروردگار، اگرچه مردم در آن روز به من و شما کار ندارند، همه با خود آواره هستند، ولی به هر حال
و اردو علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره. شما در پیشگاه پروردگارتان حاضر می شوید و عملهای کرده شما آن روز چی می شود؟ همش یک به یک حساب می شود. یعنی سبحان الله، اگر من و شما هر بگاه تمام عملهای کردمون را نزد کسی مثلا پیشکش کنیم، تمام روز فکر میکنیم که در نزد او یک انسانی عادی چگونه من اگر عیب یا گناه کرده باشم سر بر میدارم. همین خیلی نیست؟ مثلا شما اگر هر روز همون روزه تمام کارهای کرده تان را نزد کسی گزارش دهید، میگوید من همین گناه ها یا خطاها کردم، پیش او چی کار میکنم. در یادمون استاد که هر کاری که ما میکنیم روز قیامت در پیشگاه پروردگار چی میشود؟ آشکار میشود. یعنی به هر کرده خود جوابگو هستیم، خواه گناه هایی که یا ظلمی که نسبت دیگران کردیم یا گناه های پنهانی که خودمون کردیم و از آن الله با خبر می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت هر کسی که با الله حساب کتاب میکند، یعنی من این ثواب رو کرده بودم، تو جزایش رو یا گفته مکافاتش رو دادی ندادی، میگوید هلاک میشود. یعنی این رحمت پروردگار است که روز قیامت اکثر گناه ها رو الله میبخشد. بعد از کمی حدیث رو میخوانیم ان شاء الله. وگرنه اگر من و شما اگر گفتیم نه من عملهای صالح زیاد کردم، باید پروردگار به من این گونه اجر بدهد، هلاک خواهیم شد، چون گناه های ما، کوتاهی ما نسبت پروردگار خیلی و خیلی زیاد می باشد. و به همین یعنی باور کنیم که به هر عملی که کردیم، به هر کاری که کردیم، اولا در نزد پروردگار جواب میگوییم، به آن نگاه کرده انشاءالله که الله گناه ها خطاهای ما رو بگذرد، جزا یا که مکافات میبینیم. دیگر چیز، ما به صراط ایمان داریم. صراط گفته ما در تاجیکی پول صراط میگوییم، اما صراط خودش در زبان عربی معنایش پول است یا کپروک است. آره، مؤمن باید به صراط ایمان داشته باشد. و صراط چی هست؟ صراط همان جسر یا کپروک یا پل هست که در بالای جهنم است و برای به جنت رفتن از آن باید گذر کنیم. و وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو پرسیده می شود که پیش از صراط گذشتن مردم در کجا هستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند آنها در تاریکی هستند که پیش و پیش چه هست؟ همان صراط است. و خواهران عزیز، درباره صراط حدیث در سنن بیهقی کاملا وسیع آمدگی هست. اگر همین حدیث رو خوشروتر فهمیم و در ذهن خود جای کرده، مسئله صراط خیلی برایتان وسیع می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند پروردگار روز قیامت مردم را جمع می کند و هر کسی را به قدر عملهایی که در دنیا کرد، عملهای ثوابی که کرد نگاه کرده نور می دهد. و این را بدانید که پل صراط چی هست؟ بالای جهنم است، تو تاریک است و کمی پایانتر میخوانیم که آن از شمشیر هم تیزتر می باشد و خیلی چی هست؟ انسان میغیجد، یعنی لغزش انسان در آن خیلی آسان است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شمایان به قدر عملهایتان نور داده می شود. از شما نفرانی هستند که نورش مثل کوه هست، یعنی مثل کوه نور به او داده می شود که همه جا را برایش روشن می کند. بعضی نفرانی چون عملهای او در دنیا کوه بود. و از شما انسانهایی هست که حتی از کوه هم زیادتر نور داده می شود. از شما انسانهایی هست که به او مثل یک درخت خرما در طرفی راستش یا اینکه در دیگر طرفش نور داده می شود، یعنی نور او مثل یک درخت است به عملش نگاه کرده. و از شما کسی هست که فقط نور او در انگشت کلانی پایش است، آن هم گه خاموش می شود گه درخشان. یعنی در پل صراط وقتی می رود بعضی انسان ها با یک روشنی نور می رود. در قرآن کریم آمده است که منافقین از عقب بعضیشان داد میزنند که فلانی نور دارد ما رو هم همراه خود ببرد، که به آنها اجازه داده نمی شود. ان شاء الله در درس تفسیر میخوانیم.
و پیامبر صلی الله علیه و میگن بعضی از شما نورش چی هست؟ مثل کوه هست، بعضی ها مثل درخت است، بعضی ها از اون کمتر یا زیادتر، بعضی ها نورش فقط در انگشت کلانی پایش می باشد و بعضا اون نور وقتی می درخشد اون انسان بالای همان صراط یا پل صراط راه رفتن را دوام می کند. اگر نور خاموش شود او از راه رفتن می ایستد. و بعضی انسان هایی هستند که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل درخشیدن یا افتیدن چگونه ای که اگر دیده باشید بعضی ستاره ها وقتی نورشان میپوشد زود خیلی میپوشد، مثل پوشیدن نور ستاره ها، یعنی خیلی زود. در حدیث دیگر مثل رعد و برق به حد تیز با سرعت بلند از آن پل میگذرند. و بعضی دیگرهایی هستند که مانند شمال، یعنی مانند شمال، اون هم خیلی که شمال به تیزی میوزد از آن پل میگذرند. بعضی دیگرها هستند که مانند اینکه تو یک بار چشمت را پوشیده میکشایی یا میزنی همین گونه زود میگذرند. بعضی ها هستند که میگویند مثل راهروی مردها، بعضی ها آهسته آهسته میگذرند، بعضی ها هستند که گه افتیده، یکی با دست پل رو میقپند، یکی با پا، یکی میافتند، یکی نه، یعنی خیلی به عذاب میگذرند. و انسان های هم هستند که اصلا نمیگذرند و از همان پل راست به کجا میروند؟ به جهنم. چون این پل در بالای چی هست؟ در بالای جهنم است. و چه خیلی گفتیم و بعضی هستند، بعضی مؤمنان هستند که اینقدر عملهای صالحشان کم است که بعضی طرفهایشان سوخته میگذرد، یعنی می افتیدگی میشوند، شعله آتش به آنها میزند. پروردگار برایمان گذشتن پل صراط را آسان کند با رحمتش. عملهای ما که دیگر و جنت ارزش ندارد، پروردگار با رحمت وسیع خودش مایان را شامل جنتش، داخل جنتش گرداند و در آن روز تنهایمان نماند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بعضی ها از هر طرف چی میشوند؟ آتش به آنها میزند، سوخته میگذرند، یعنی از پل میگذرند آن طرف میسوزند. و وقتی که آن طرف گذشتند میگویند الحمدلله الذی نجانا منک بعد ان اراناک لقد اعطانا الله ما لم یعطی احدا. الحمدلله که یعنی شکر پروردگاره که ما رو از تو نجات داد، یعنی به همون آتش میگویند بعد از اینکه به ما تو را نشان داد و پروردگار به ما نعمت را داد که به دیگران نداده است. چون خواهران عزیز، منافقینه که در دنیا کوه عمل میکردن اما مقصدشان فقط ریا یا گفتیم فقط مقصد آبرو بود و هیچ ایمانی به الله نداشتن، از آن پل نمیگذرند. یعنی نه منافق نه کافر اینها نمیگذرد. حتی چی هست؟ مؤمنان هستند که سوخته و پخته و با چند عذاب از آنجا میگذرند. و در همین جا آیتی که الله میگوید و این منکم الا واردها در سوره مریم، هر یکی شما داخل آن میشوید، یعنی داخل دوزخ میشوید. اکثریت علما میگویند این داخل شدن به دوزخ و سوختن نیست، گذشتن از بالای همان پل صراط است. یعنی وقتی شما از پلی که بالای جهنم است میگذرید گویا که چی است؟ از داخل آن گذشته ایستادید. اگرچه چه خیلی که پیامبر گفتن به بعضی ها هیچ ضرر نمی کند، مثل شعله رعد و برق یا افتی درخشیدن ستاره یا گفتیم یک شمال سخت زود میگذرد. به هر حال او از جای میگذرد که چی است؟ در بالای جهنم است. و اینجا از همین حدیث چی برمی آید؟ اینه که شما برای گذشتن از پل صراط به نور نیاز دارید و آن نور هم در عملهای شما هست، یعنی عملهای صالح. و برای همین از خواهران عزیز، هم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم صحابه ها همیشه در عمل بودن و چیکار میکردن؟ اگر یعنی یک دانه خرما باشد هم به کسی میدادن. مایان الان یعنی سوال خیلی عجیب است، سنت رو نخوانم هم میشود یا نه؟ بالای سنت یک چند نمازهای نافله میخواندن که هر چی باشد عمل صالح هم زیاد باشد. یا بیکار می ایستادن سبحان الله الحمدلله میگفتن یا لا حول ولا قوت الا بالله میگفتن. یعنی هر چی میکردن که چی بود؟ فکرشان آن بود که در آن روز کمی باشد هم برای نجات خود، برای رضاگی الله، برای زیاد کردن نورم حرکت کنم.
یعنی وقت فکر قیامت است و آن روز دهشت به یاد می آید که الان به ما آسان است، گفتنم آسان است و بعضا به فکرمون هم حتی گنجیده نمی تواند، ولی این را بدانید که چی هست. آن روز رحمت الله اولا شما را نجات می دهد. رحمت الله اگر رحمت نکند، چه خیلی گفتم مویان با این عملهای کوچک و تنبلی هایی که داریم و اگر مقایسه کنید زندگی حاضره ما رو با اون زندگی پیامبر و اصحاب پیامبر و صحابه زنها، مویان هیچ هستیم. یک انسان های تنبلی، عموما حتی 5 وقت نماز فرض خود را درست نمیخوانده هستیم. نمیدونم تا کجا اینقدر به خود باور داریم که این گونه تنبلی داریم. اما اولا رحمت الله، بعدن چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن به قدر عملها در آن روز انسان نور داده می شود و نجات می شود. و در حدیث آمده است که خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند روز قیامت تقول النار للمؤمن یوم القیامه جز یا مؤمن فقد اطفأ نورک لهبی، یا که اطفأ نورک لهبی. ای مومن، یعنی جهنم آن روز میگوید ای مومنان از بالای من زود گذرید از همان پل صراط، نور شما آتش مرا خاموش کرد. سبحان الله، اگرچه در حدیث مقال است که در سندش ضعف است، ولی خواهران عزیز معنایش خیلی دقت مرا هم جلب کرد که حتی عملهای صالحی که انسان میکند و آن نوری که پروردگار به بنده هایش میدهد، دوزخ هم از آن ناراحت میشود که زودتر گذر که آتشای ما را چی کرده ایستاده است، خاموش کرده ایستاده است. پروردگار در نوری مایان بیافزاید و این در همین دنیا یعنی عقلمون به جایش آید که اینقدر از پس حیات دروزه نشده از پی اعمال صالح باشه. و این چونین ما به میزان ایمان داره. میزان ترازو هست خواهرها، ترازویی که روز قیامت عملها در آن برکشیده می شوند و عملی انسان میدانیم که چیزی حسی نیست، آره قپیده نمی شود و آن رو برکشیدن در دنیا نمی شود. مثلا صبری مرا برکشیده نمی شود، محبت شما را یا اینکه گناه را برکشیده نمی شود. اما روز قیامت عملها به جسم تبدیل می شوند. چگونه که عمل صالح انسان در قبرش به یک انسانی نورانی که دیگر او یک همنشین یا مؤنس می شود تبدیل می شود، یا عملهای بد و گناه ها به یک انسانی سیاه دهشتناک تبدیل می شود. و این چنین مرگ را پروردگار به صورت گوسفندی که سفیدیش از سیاهیش بالاتر است تبدیل می دهد و آن چی می شود؟ کشته می شود که مرگ دیگر از بین می رود. اهل جنت ابدی در جنت هستند، اهل دوزخ ابدی. عملهای ما هم روز قیامت چی می شود؟ به جسم تبدیل می شود و آن برکشیده می شود. و الله می گوید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین. و ما آن ترازوهای عدل را روز قیامت می گذاریم. به یگان کس یگان ذره ظلم نمی شود. با ذره از عملهایی که شما انجام دادید در آن روز آن هم حتی برکشیده می شود و کفایه هست، یا که الله از حساب بهترین حساب و کتاب کنندگان است، یا الله از بهترین حاسبان است که اصلا ظلم نمی کند. یعنی پروردگار میگوید کوچکترین عملی که هم در همین دنیا کردی، خواه عمل خیر باشد خواه عمل شر باشد، در آن روز برکشیده می شود. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. آنهایی که میزان آنها عملهای صالح آنها وزمین است، آنها رستگارن، نجات شدن. اما آنهایی که عملهای صالح آنها کمی کرد، آنهایی هستند که آنها به خود زیان کردند و در جهنم باقی میمانند. پس خواهران عزیز به این هم مؤمن یقین داشته باشد که عملی که در دنیا کرد روز قیامت آن عمل اگرچه در دنیا دیده نمی شود دیده می شود. الله آن را به جسم تبدیل می دهد و آن عمل ها برکشیده می شود. پیش از اینکه عمل ها برکشیده شود تو راست در پیش پروردگارت
با او سوال و جواب میکنی، از کرده هایت میپرسد، اگرچه او دانا هست یا کتاب اعمالت داده میشود، بعداً باز برکشیده میشود برای چی کردن، باز هم یعنی حساب کتاب را شدیدتر گرفتن. و اینجا حدیث است، حدیث در خطا نکنم مسند امام احمد بود، آره در مسند امام احمد بود که روز قیامت مرد رو به دستش دفتر رو میدهند که اون یعنی اون 99 دفتر داده می شود، یا گفتیم 99 ورق داده می شود که درازی هر یک ورق تا اندازه دیدن انسان است، یعنی مد البصر تا کجایی که شما میبینید تا همانجا اون ورق دراز است، همش پر از گناه، همش پر از گناه. بعد از اون به اون مرد گفته می شود آیا از همین گناه، یعنی الله به او میگوید آیا همین گناه هایی که کرده ای و در این 99 دفتری درازی که تا جایی که میبینی درازیش هست یگان چیز را تو انکار میکنی؟ آیا فرشته هایی که همین گناه های تو را نوشتن آنها به تو ظلم کردند دو اینها را نوشتن؟ او میگوید نه پروردگارم، من در حقیقت این گناه ها را کردم، من در حقیقت اینها را کردم. بعد از این با این آدم گفته می شود که آیا تو یگان عذر پیش می آوری که به خاطر این عذر یا اون عذر این خطاها رو کردی؟ او میگوید نه، من عذر هم ندارم، من در حقیقت این گناه ها رو کردم، یعنی در پیش تو شرمنده هستم. و بعد از این پروردگار میگوید اما تو یک خوبی کرده ای، یعنی یک حسنه کاری بزرگ داری. و آن مرد حیران می شود که چی باشد و به آن مرد گفته می شود به تو ظلم نمی شود و یک بطاقه یعنی نوشتجات مایده رو خارج می کنند که در آن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله نوشته شده است، یعنی من گواهی میدهم که الله یگانه است و محمد پیامبر اوست. سپس تمام این گناه های این انسان را و همان بطاقه یا گفتیم نوشتجات لا اله الا الله محمد رسول الله را میمانند که چی میشود؟ لا اله الا الله تمام آن گناه ها را پایان میکند و وزمینی این کلمه شهادت بالا هست. سپس این انسان چی میشود؟ نجات مییابد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یگان چیز نام الله را، یعنی یگان چیز بالای نام الله وزمینی کرده نمیتواند. معنای حدیث این است که خواهران عزیز هرچی باشی هم یعنی مؤمنی خطاکار گناهگار وقتی یقین داری به بودن الله یگانه به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم امید است که الله تو را نجات دهد، امید است، یعنی نباید به این مغرور شویم که با همین ما چی هستیم؟ تمام من به الله ایمان دارم، به پیامبر ایمان دارم، من نجات شدگانم. نه، این حدیث فقط یک تسلیت هست که نباید برای مؤمنانی که پرگناه رفتن اینقدر حسرت خوریم. شاید که الله به خاطر همون ایمانی که به الله داشتن، ایمانی که به پیامبر داشتن آنها را نجات دهد. اما مشکلی این است که سبحان الله در تاجیکستان هم دیده ایستاده، در دیگر دولت ها هم حتی شک آوردن به الله و شک آوردن به پیامبر هم در بعضی ها دیده می شود که دیگر به اینها هیچ امیدی نیست. آنه که پیامبر را مسخره می کند یا به روز قیامت ایمان ندارد یا اینکه ضرورت از ضرورت های دینی را مسخره می کند. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت مردی بزرگ جثه فربه را می آورند که او مثل یک قنات پشچه خردکک وزن ندارد، یعنی انسانی که چقدر جسمی خوشرو داشته باشد، قدی بلند داشته باشد، مثل امروزه آنهایی که دیگر فیتنس می روند و جای دیگر می روند خیلی به بدن خود نگاه کرده باشد، وقتی عمل صالح ندارد روز قیامت هیچ است، هیچ چیز ندارد، اون تماما چی قدر و قیمت ندارد. اما برعکس آن هم در مسند امام احمد است که عبدالله ابن مسعود خیلی خراب بودند و وقتی که بالای درخت می برآمدند اگر شمال سختتر می وزید گویا که ایشان را می پرانید که این را دیده وقتی صحابه ها خنده می کنند پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید نه، این پای ها یا همین عبدالله ابن مسعود اینقدر لاغر و اینقدر سبک روز قیامت خیلی چی است؟ وزمین است. یعنی انسان را خواهران عزیز جسمش، زیباگیش، پوستش،
اینها قدر و قیمت نه در دنیا میدهد نه در آخرت. هم در دنیا هم در آخرت عمل صالح هست که به عمل صالح هر چیزی که داخل می شود بدانید که الله هر چیزی را که همچون عمل صالح به من و شما شناسانید، تمام فطرت انسانیت آن را قبول دارد. تمام انسانیت، کافر و مسلمان، آن را چی دارد؟ همچون یک اخلاق نکو قبول دارد. مثلا در ما دروغ حرام است، تمام انسان ها هم چرا دروغ، چرا بد میبینن؟ اگرچه زنا رو مثلا یک چیزی حلال نشان میدن، در اصل هیچ پدر و مادر نمیخواهد که کودک او چی باشد، از زنا باشد یا زناگر باشد. پس عمل ها هست که قدر جسم یک انسان را یا یک انسان را چی میکند؟ بالا میکند. و درباره این که عمل های ما وزن پیدا میکنند، پیامبر صلی الله علیه وسلم چی میگویند؟ والحمدلله تملأ المیزان. چقدر الحمدلله 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 که شما میگویید، میزان شما را، ترازوی یا گفتیم پله ثواب ترازی شما را چی میکند؟ پر میکند. در حدیث دیگر میگویند کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. دو کلمه که گفتنش هم آسان است اما در نزد پروردگار خیلی محبوب و دوست داشته شده است ولیکن به گفتنش آسان است و در ترازوی عملی شما وزن دارد. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. کاش به جای فکر خود را به هر طرف پریشان کردن و به چیزهایی که عموما به ما فایده ندارد ذهن خود را مشغول کردن، هرگاهی که بیکار ماندیم یا حتی در راه رویشمان، وقتی که راه می رویم، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم با تسبیح بگردیم. استادان رو میشناسم، خواهران عزیز، هر لحظه که بیکار ماندن زبانشون با ذکر است. الحمدلله الحمدلله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی هیچ زبانشون آرام نمیگیرد و از ذکر زیاد است آرامش هم در چهرهشون دیده می شود. یعنی مشکل ندارد شمارش را گم کنید. حاضر یک وسوسه دیگر است، میگن من شمارش را گم میکنم، مشکل ندارد، چند بار گفتید ثواب دارد. در راه رویشتان میزان خود را وزمین کنید، یعنی ترازوی خود را وزمین کنید در راه رویشتان. در بیکار ماندنتان، پیش از خوابتان تا خواب رفتن شاید 100 بار میگوید، شاید 10 بار میگوید لا حول ولا قوة الا بالله. چی ذکر نباشد، هر یکی این چی دارد ثواب دارد. و هر یک همین ذکرهایی که من و شما گفتیم، هر یک همین ذکرهایی که من و شما گفتیم، بدانید که چی می شود؟ روز قیامت وزن ترازوی ما رو زیاد می کند، نور ما رو زیاد می کند، از آنها راضی می شویم. و مشکلی این است که ذکر کننده ها هم کم هستند. در قرآن خیلی زیاد می آید داره از ذاکرین و ذاکرات، یا اینکه این ذکر است که ما رو به الله نزدیک می کند. و چیزی دیگر این است که خواهران عزیز، بعد آنه که مؤمنان از پل صراط میگذرند، که ما پل صراطش میگوییم، از همون پلی که بالای جهنم است، اونجا مکانی دیگری هست، قنطره نامش. قنطره یعنی یک مکانی دیگری هست که مؤمنان در آنجا به کسی کدام مؤمن به مؤمن دیگر ظلم کرده باشد تا از یک دیگر تماما حلال نشوند داخل جنت نمیشوند. مثلا من در حق خواهر ظلم کردم، اگرچه عملهای صالح زیاد دارم، مثلا اله پروردگار از جمله صالحین گرداند، وقتی که از پل صراط گذشتم، همون خواهر مادامی که در حقش ظلم کردم تا رضایت ندهد، یا گفتیم تا که از ثواب من به او نگذرد و درجه بلندترین به او، یعنی درجه های او رو من با عمل هایم بالا نکنم، من داخل جنت نمی شوم. یعنی انشالله در این مسئله باز بعداً می آید. همین رو بدانیم که یعنی پیش از به جنت در آمدن هم باز حساب کتابی هست که بین ما و بین چی هست؟ بین مسلمان ها هست. برای همین هر ذره که نسبت کسی شما ظلم کردید، خواه از جهت
امانت های مالی باشد، خواه از جهت امانت های مثلا معنوی مثل آبروی کسی یا غیبت و چیز دیگر، حتما باید در دنیا حلالش کنیم تا اینکه صد راه ما رو نگیرد که ما پس از آن همه مشقت و عذاب به خاطر آن گناه همون که در حق یک بنده الله کردیم داخل جنت شده نتوانیم. و درباره حساب کتاب و درباره پل صراط و احوال قیامت هرچی صحبت کنیم هم خواهران عزیز، و ما اوتیتم من العلم الا قلیل، الله میگه شما خیلی کم داده شدید از علم، کم است، یعنی علم ما باز نمیرسد، ولی انشالله با خواندن علل خصوص درباره روز قیامت، درباره پل صراط، درباره قنطره و درباره میزان یا گفتیم همون ترازو، اینها رو ما باید از حدیث پیدا کنیم، نه از قول کمپیر ببخشید پیرزن پیرمرده که از کسی شنیده است میگویند از زبان مردم بگیره. کاش میشد دست به احادیث پیامبری که در این باره آمده است، آیت هایی که در این باره آمده است، به اینها دست بزنیم. یعنی اصلا درباره قیامت از یک بیسواده، از یک جاهلی که به شما افسانه میگوید علم گرفته نمیتوانید. و هرچی از روز قیامت ما آگاه شدیم بدانید که تقوایمان هم زیاد می شود. و همین دنیای پستی دو روزه که دیگر میبینید اهل دنیا همیشه خوار و بیچاره هستند، خواه و ناخواه روزشان سیاه هستند، از اهل اینها نمیشویم. یعنی هرچی علم شما نسبت قیامت می افزاید ایمان شما قوی می شود، جسارت شما زیاد می شود، عملهای صالح شما زیاد می شود، انسانی مبارک می گردید که مردم بجز خیر از شما چیزی نمی بینند، چون شما به یک روز بزرگ که در آن روز الله اگر به رحمتش نگیرد هیچ چیز ما را نجات یافته نمیتواند، در غم آن روز هستید. و چه خیلی که پیشتر هم گفته بودیم وعده پیامبر است، آنی که در غم آخرت هست دنیایش را الله خودش به سامان میرساند، یعنی دنیای او جا به جا می شود و آن مشکلی هایی که اهل دنیا دارند به سر او نمی آید. و این درس امروزه بود، اگرچه درباره جنت و دوزخ که ابدی هستند یک موضوع دیگر هست، الله نصیب کرده باشد ان شاء الله صحت و سلامت باشیم، هفته دیگر دوام میدهیم.